همان باغی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل آن گردید بعد از آزار اهل طائف. این باغ از پسرهای ربیعه، عتبه و شیبه بود و هنگامی که این دو شخص دیدن حال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، یک غلامی داشتند به نام عداس. این غلام نصرانی بود و از اهل عراق. به دست آن یک خوش انگور را می دهند که برده به همین مرد بده. هنگامی که این غلام انگور را می آورد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گذارد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که می خورد بسم الله می گوید و عداس در حیرت می زند و می گوید که این کلمه که شما ذکر کردید در این منطقه گفته نمی شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عداس می پرسد که شما از اهل کجا هستید؟ عداس می گوید که من از نینوا، از عراق هستم. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گوید که شما از شهر یونس ابن متی، پیغمبر خدا و برادر من، از همون شهر هستید. عداس در حیرت می زند و می گوید که شما یونس را از کجا می شناسید؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گوید که یونس پیغمبر خدا بود و من هم یکی از پیغمبران الله سبحانه و تعالی هستم. عداس خم می شود و دستها و پایهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بوسه می کند و می گوید که شاهدی می دهم که تو یکی از پیغمبران الله سبحانه و تعالی هستی. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طرف مکه سفر می کند و هنگامی که به قریبی های مکه می رسد در آنجا چند روز می ایستد و فکر می کند که چگونه داخل مکه گردد، زیرا که اهل مکه می دانند که محمد به طائف رفته بود و از آنجا بر می گردد و قصد کشتن آن را داشتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم شبها عبادت می کرد، نماز می خواند و قرآن را با آواز بلند تلاوت می کرد که یک گروه از جنها آمدند و صدای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را گوش کردند و ایمان آوردند و رفتند قوم خود را به اسلام و ایمان دعوت کردند. همینه که در سوره جن آمده است: انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. ما یک قرآن عجیبی را شنیدیم که به درستی و به راه راست دعوت می کند. آنها ایمان آوردند. انسانها ایمان نه آوردند ولی جنها ایمان آوردند. این یک پیغامی بود برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی که اگر که انسانها و تو ایمان نآوردن، من مخلوقات دیگری دارم به نام جن که اینها ایمان می آورند و هرگیز الله سبحانه و تعالی تو را نمی گذارد. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم زید بن حارثه را روان می کند به مکه تا پیش بعضی از سران مکه برود و آن را پناهندگی خود را با آنها پیشکش کند. و یگانه کسی که پناهندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را قبول کرد آن مطعم ابن عدی بود که پناهندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را قبول کرد و پسران خود را گفت که زره ها و سلاح های خود را بگیرند تا که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفاع کنند. و به همین طور داخل مکه گردید و هنگامی که داخل مکه گردید رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش کعبه رفت و در آنجا طواف کرد و نماز خواند تا اینکه ابو سفیان و ابو جهل اینها آمدند و به مطعم ابن عدی گفتند که آیا به او ایمان آورده ای
او گفت نه، من ایمان نآوردم ولی پناهندگی او را قبول کردم. و به همین طور رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اذیت قریش در پناه ماند.